حدیث متفق علیه است. هم جناب امام بخاری و هم جناب امام مسلم این حدیث میارن. پیامبر ما فرمود برادران عزیز و گرامی که انما مثل الجلیس صالح و جلیس سو که حامل المسک و نافخ الکیر. فحامل المسک اما ان یحزیک اما ان تبتاع منه اما ان تجد منه ریحا طیبة و جلیس السوء اما ان تجد منه ریحا منتنة اما ان یحرق ثیابک. برادران عزیز، بسیار پیامبر ما عادی کردن، بسیار ساده کردن، بسیار مثال زیبا زدن. گفتن همنشین به آدمان صالح و همنشین به آدمان ناصالح، یعنی به آدمان خوب و آدمان نیکو با البته آدمان ناخوب هم هست، آدمان بدکردار و آدمان رذیل هم وجود دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم همینجا یک بسیار مثل زیبا زد. گفت آنهایی که با آدمان صالح میشینند، مثل که یک صحبتی که الحال ما و شما برادران در داخلی ما حضور داریم، با این نشست ما حضرت چی مثال زدن؟ گفتن فحامل المسک، مثل که برادران عزیز گوییم ماها در یک دکان عطر فروشیم. بعد پیامبر نازنین در دوام صحبت گفتن اما ان یحزیک. وقتی شما گفتن در داخل دکان عطر فروش که در آمدین، یحزیک به معنای یعتیک میاد، یعنی به معنای که همونجا شاید صاحب دکان به شما یگان عطر میده. خب این من تبتا امینو اگر ندادم، شاید شما از داخل همون دکان عطری را خریداری کردین. حضرت گفت اگر نداد، اگر عطرم خریدم نتونستین، در این حالت چه گفت؟ در این حالت گفت تجید منه ریحا طیبة. شما دا گفت بوی خوشی همون دکانی که پر از عطر بود به مشامتون میرسد. یعنی شما برادران عزیز وقتی وارد همون مقصد دکان عطر فروش شدین، شما از اینجا به منفعت بیرون نمیشین. یا هدیه را از او قبول میکنین یا خودتون خریداری میکنین. از هر دی جهت هم که اگر نشد، بویی که در همون درون هست همون به مشامتون میرسد. ولی حضرت گفتن اگر به آدمانی ناصالح بشینین چی؟ گفتن گفتن کنافخ الکیر. گفتن دکانی او عطر فروش باشد، با آدمان ناصالح نشستن، دکانی آهنگر است. آدم وقتی گفت پیامبر دکان آهنگر در آمد، این ما ایحرق ثیابک، اگر احتیاط نکنی گفت لباس تا میسوزی. یعنی در دکان آهنگر که جای آهن هست، جای آتش هست، میگه حتما میگه لباس میسوزه در اونجا. اگر یکی احتیاط کردیم و لباس رو نسوزوندیم، تجید منه ریحا منتنة. لیکن از بوی غلیظ آهن شما خودتون احتیاط کردن نمیتونید. برادران با ماه شینی ماه شوی، با دیگ شینی سیاه شوی. این حدیث پیامبر نازنین مان برادران عزیز بیانگر یو است که شما همنشین هاتون بیاوین. زیرا همنشین برادران عزیز بسیار تأثیری کلان دارد. بسیار تأثیرش کلانه. از همین لحاظ ما حدیثی داریم، ابو سعید خدری روایتش میکنه، امام ابو داود با اسناد لا بأس به میارش. چی میگه؟
پیامبر ما میگه که لا تصاحب الا مؤمن ولا یاکل طعامک الا تقی. این سخنی پیامبرمون است. میگه هرگاهی که اگر شما برای خود خواهید که نفری را اگر برای خودتان هم نشین خواهید که انتخاب کنین یا دوستی را برای خودتان انتخاب کنین، باید کی باشد؟ الا مؤمن. حضرت اشاره کردن که باید آدم مؤمن باشد. هر آینه برادرای عزیز اکو برای یک مؤمن بیان کردن مؤمن کیست، مسلمان کیست، همه اینا به خودشون تعریف دارن. هر کدام اینها به خودشون معنا دارن. هر آدم هم یعنی به قند گفتن دهن شیرین نمیشه. بین حتی در سوره انفال آیت 2 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما المؤمنون الذين اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. در یک نشانه مؤمن خدا میگه در اینجا 5 نشانش میروه. یک نشانش میگه همینه، هرگاهی که اگر در کجای میبینیم که سخن خدا رفته سای آدم مؤمن یک نشانش همه که در قلبش میگه یک ترس، این ترس جمع میشود. خیلی که میگه حضرت عمر اگر یک آیت در برابرش میگفتن یگان مسئله را میگفت، یکی مبادا اشتباه میکرد خطا میکرد، یک کس میگفت که حضرت آیت قرآنی را میگه، در جاش میشیش ای ترسد میترسید، میگو من خطا کردم. و چندین جا آمده است اگر همین مادر نمیشد عمر هلاک میشه. برای این مؤمن به خودش برادرای عزیز نشانه ها دارد. برای این است که بین قرآن میره که بیان کرده است بعضی ها برادرای عزیز در بعضی برآمدها خفه میشوند که ای همه گپا را مونین اساس همین دیلای همین گپای خود مونده است کو این قدر چی در کنی قد سختگیری میکنین اساس همین دیلای پر رای آدمی را دیدیم فلان پر رای آدمی را دیدیم نتره همین پر رای قطعی چه تسکین میته تمام چه همین حالت باید ببراره. برای چی قرآن میگه خیر؟ قرآن چرا میگه که سوره فرقان و عباد الرحمن میدونین میگه ما بندگان ما معرفی کنیم که بندگانی من نمیگه کو مثال این مردم تاجیک یا مردم فلان یا مردم فلان نمیگه، ملت نام نمیگیره، قوم نام نمیگیره. چیزی که میگه این اکرمکم عند الله اتقاکم، در نزد ما از همه محترمتون کسی که ما میترسه. محترم شما، از همه عزیز شما، از همه مقصد محبوب به سوی من کسی من میترسه. خدا گفته سیره همین خیلی با میگه و عباد الرحمن بندگان من میدونید که شناسان کنم کیان 11 نفر در اینجا با نام میگیرن. یک تشبین الذین یمشون علی الارض حونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. یک تش میگم کسانی که در روی زمین اگر چنده که به حد سستانش زوره، به حد مقامشم جاشم منصبشم به حد بلنده، ولی بینیت آدمی عادیه خاکساره. خدا میگه بنده منه. هرگاهی که میبینین یک آدم که بسیار آدمی مثال با همه دغدغه و دبدبش با آداب او را میبینی حیرت میمونی. خدا میگه انمو کسانی را میبینید در همین حالت دانین که یکی از بندگان ما همینه. زین لحاظ ما گفتیم که حدیث ابو سعید خدری را چی گفت؟ لا تصاحب الا مؤمن. هر گاهی که برای خود همنشین یا رفیق انتخاب میکنی مؤمن انتخاب کن. ولا یاکل طعامک الا تقی. پیامبر میگه هر گاهی که خواهی که برای کسی طعام بتی کسانی را بتین که از الله میترسن، از الله میترسن، اونها را دستشون بگیری، اونها را کمک کنی. زین لحاظ این حدیثی که من در بالا یادآور شدم برادرای عزیز، دعوت ما را به چی میکنه؟ دعوت به همین میکنه که همنشین تا بدون که کیه، بدون که با کی میشینی. زیرا که یک تأثیر اخرویش چیه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که الرجل علی دین خلیلی.
هر کدام شما در دین دوستانه، شما در دین دوستانه، کسی را دوست انتخاب کردین شما در دین هموین. فلینظر احدکم من یخالل، نگاه کن که کی را برای خودت دوست میگیری، زیرا که تو در دین همه آدم داخل میشه. حتما مقصد خراکتری همو، رفتاری همو، نظامی همو، چیزی همو داره نداره در تو اثرش میگذاره. اینا بین معروفی دادن ما رفته است در بازار، بهترین نانها، بهترین مقصد هر چیز میبینی همو بهتر جدا کرده است. عزیزای خدا میگن در انتخاب دوستم باید بهترینش انتخاب کنی. بهترینش شریعت ما بیان که کیه، چگونه باید کیها باشند. از این لحاظ سوره زمر ده الله میگه فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئک هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. برادر عزیز، کسی این مجلس انتخاب میکنه، کسی در این محفل جانب داره، کسی در این محفل عاشقه، کسی در این محفل مقصد بسیار لذت میبره، خدا میگه دو چیزی که من میتونم اینها را هیچ کس دادن نمیتونم. یکم اولئک هداهم الله، اینها نفرهایی هستند که از نعمت هدایت برخوردار شدن. ولی برادر، ولی اگر کسی که باشه که مقصد همین در دین اون قدر ذوق شوقش نباشه، همینجا در بشنانش نه ماهی را که ای در این دریا میگیری دست بالای زمین میپرتوی کو، انا تری جانبازی میکنه، اینجا چه خیلی خلاص شما نمیتونم مقصد در این خیلی محفل شده نمیتونم. انا آدمی با ایمانم در محفل اونها شده نمیتونم. این همینه برادر عزیز. یکم میگه نعمت هدایت هم میتونم دادم شون الکه هداهم الله و اولئک هم اولو الابصار. خدا میگه اینهایی که در این جمعیت انتخاب میکنن اینها را ابصار میگه. ابصار به معنای اینها صاحب تفکرن، اینها صاحب اندیشن، اینها را که خلاصه در کاری را برآوردن. چی نعمت های بزرگی را الله مهربان برای ما و شما داده است. برای این برادران عزیز بسیار یک نشستی خوبی بود، بسیار یک نشستی نیکی بود. من در یک حدیث خوندم که پیامبر نازنین ما میگه که ان الله یحب ان یرا اثر نعمت علی عبدی، دوست میدارم نعمتی دادگی ما در بندم ببینم. خب وقتی اگر معروف خداوند 4 تنگه داده باشه، پول معروف اگر در راه نادرست بره، خدا میگه من را دوست نمیدارم، من برای این ندادم که مبلغی من در راه نادرست بره. ببینین حتی حدیثی که جناب امام مسلم روایت میکنه میگه افضل الدینار، همین بهترین مبلغ کدام مبلغه؟ ینفقه الرجل علی ایالی. ببینید بهترین نفقه هم نفقه است که در زن و فرزند صرف کنه. و علی دابة فی سبیل الله، و در آن سواره هایی که تو داری در اونها صرف می شود. و اصحابی، و در دوستات صرف می شود. بهترین دینارن اینا بود، یا بهترین مبلغن که خدای مهربان در عوض این با برای بندش مقصد با امکانیت میده، شرایط میده. خدا میگه دوست بدارم که ببین این همین اثر دادگی الله که همین خیلی محفلایی را که مبلغی که من دادم و تو آماده کردی و در اینجا از من وصف شد، فرموده های من به گوش مردم رسید، ان همین لحظه ها را، همین حالت ها را در امکانیت های دادگیم دوست میدارم. نه که به تمام برادرای عزیز و بعد دیگه هر کی و هر چی کنیم و خواب شهر و شهر بریم عادی کنیم و در جایی که قیمت ترین جای بریم در اونجا خواب کنیم و به هزار نوع مثال باطل و دیگر راه های ناخوب ده اگر صرف کنیم، اگر خدای مهربان یک صفتش دهنده باشه با گیرنده هم هست، در حال با میگیرش. برای همین بسیار یک گویم انشاءالله اثر نعمت خداوند بسیار در یک جای نیک
دیده شید دوام به درگاهش مقبول گردانه مرسوم خداوند خیرت یا کرودا برور برکت یا سفرات همیشه مبارک و بخیر کنه مهمونات الله مهربان قدماشون در حسنات و مقصودها و تمنیاتشون